آنچه گذشت. وان تو این بنلی 150 همیشه جلو با نمیدونم واقعا بنلی 150 یا نه، باید اصلا 150 نیست کنی. نه چرا بچه امروز قرار شلوغ در این روز تهران باشه. خب اینجا خیابون امیر کبیره، همینجاست. این هم گمرک. اینا چیکار میکنن؟ دست میکنن؟ قیمتا چقدر بالاست. انگار اصلا گمرک نیست، همه چی رو به اندازه خونشون. خب بچه دیگه میخوایم برگردیم خونه. خریدارم انجام دادم. البته اون چیزی نبود که میخواستم، یه چیزش بود، همون 100 کلاج لیزر گیر آوردم، ولی یه چهارشاخ کلاج هم میخواستم که کوکما باید بود لیزر خریدم. لیزر کلا وسیلاش خوبه. در مورد قیمت ها بخوام بهتون بگم، خب گمرک منصفانه تر از قیامه، ولی خب قیمت ها بالاست. هر کاریش هم کنی با این دلار قیمت ها بالاست، نمیشه کارش کرد هر کاریش کنی. بس میتونیم فقط سعی کنیم یکم قیمت ها رو بهتر بگیریم، منصفانه تر بگیریم. همین. الانم شب شده، یکم کیفیت دوربین میاد پایین، واقعا با عرض پوزش خب یکم طول کشید تا بگیرم، ولی خب خوب شد بالاخره گرفتیم. همین خودش جای پیشرفت داره. حتما در مورد قیمتم باهاتون صحبت میکنم. دیدیم به میدان مشیریه منیریه. شب شلوغیه میدونم، ولی همین شلوغی شد. یعنی خودمونیم درست شلوغه تو ترافیک مونه، ولی همین نورایی که میبینی لذت میبری. مثلا فرض کنی یه جایی بودی خلوت، هیچ کسی نبود، لذتی نداشت، ولی همین که خیابونا رو میبینید پر انسانه، همین لذت بخش. دانستنی های دیگر شما را به خدای یکتا می سپارم.